سلام خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه ها تو این جلسه از آموزش ساخت API توسط گولنگ دو تا نکته رو میخوام بگم که در واقع تکمیل کننده قسمت قبل هست. ما تو قسمت قبلی اومدیم دو تا روت تعریف کردیم، یکی روت اصلیمون بود و یکی هم روت مربوط به مقالات یا آرتیکلز بود که ریسپانس جیسون رو برمیگردونیم که اومدیم داخل در واقع ابزاری مثل پستمن همون رو چک کردیم. خب حالا بچه ها تو این جلسه من دو تا نکته‌ای که میخوام بگم چیه. یکی این که بیایم استاتوس کد رو عوض کنیم، یکی هم بیایم جیسون در واقع بیایم هدر رو تغییر بدیم. چرا؟ چون الان هدر رو شما اگه نگاه کنید ریسپانس هدر رو میبینیم به فرض کانتنت تایپمون از روی تکسته. ما میتونیم بیایم کانتنت تایپ رو از روی اپلیکیشن جیسون قرار بدیم و یا هدرهای دیگه رو حتی بهش اضافه کنیم. حالا بریم ببینیم چجوری ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب برای هدر اضافه کردن، حالا به عنوان مثال داخل همین فانکشن شو آرتیکلز که مربوط به نمایش مقالات بود، من میام از همین در واقع رایتر خودم که به عنوان ریسپانس رایتر هست میگم آقای رایتر، من میخوام بیام و برای هدر هام یک هدر جدیدی رو ست کنم. خب میگه اسم این هدرتون چیه؟ میگم که آقا کانتنت تایپ. میتونم از همینجا کپی پیستش کنم ببرمش اونجا به عنوان تقلب. خب میتونیم اینو از همینجا حالا داشته باشیمش و کانتنت تایپی که مد نظرتون هست رو بیاین از همینجا کپیش کنید. من میام از همینجا این رو هم برش میدارم دیگه، به جایی که بنویسمش میام اینجا قرار میدم. خب پس من اومدم توی پارامتر اولش اسم هدری که میخوام برام ست شه و داخل پارامتر دوم ولیو هدر مورد نظرم رو قرار دادم. همین رو میام الان اجراش کنم ببینم که به چه صورت هست. من این رو یک بار دیگه ران میکنم. ببینید الان کانتنت تایپ ما به صورت تکست پلین بود، الان وقتی اجراش کنم باید عوض شده باشه. ببینید به صورت اپلیکیشن جیسون در اومد و خروجی رو خیلی زیباتر به عنوان جیسون اینجا برای من نشون میده. حالا کاری به اون ندارم داستان، ولی مهم اینجا برای من همین تغییر کانتنت تایپ بود که انجام شد. و حالا میتونیم هدرهای مختلفی، چون ما ممکنه داخل API که می‌نویسیم نیاز باشه هم هدرهای مختلفی رو بگیریم و هم هدرهای مختلفی رو پاس بدیم به عنوان ریسپانس، که خواستم تو این جلسه اشاره کنم که به چه صورت هست. حتی ممکنه شما استاتوس کد رو عوض کنید، نخواهید همیشه 200 باشه. برای اون بعد چیکار کرد؟ بعد اون بعد از متدی استفاده کرد تحت عنوان رایت هدر. دوباره به این رایتر هم میگم آقا من میخوام استاتوس کد رو عوض کنم، یک رایت هدر جدید. بعد داخل اون میام اونجا و از میون استاتوس کد های مختلفی که به من ساجست میشه میتونم یکی رو انتخاب کنم. خب دیفالت که به عنوان 200 من بود، حالا میتونم الان به عنوان 201 بیام و استاتوس کدم رو قرار بدم. اگه اینجا توجه کنید میبینید که استاتوس کد فعلی من 200 هست. حالا یک بار دیگه که اجراش کنم الان شده 201. حالا اگه لازم بود داخل پروژه میتونید استاتوس کدهای مختلفی به عنوان مثال ولیدیشن 422 یا خطاهایی تحت عنوان 400 و حالا بد ریکوست، یا حالا اگه ریدایرکت داشته باشید 301 و چیزهای دیگه از این قبیل رو انجام بدید. من میام یکی دیگه رو اینجا قرار میدم، به عنوان مثال همون 400 رو میام اینجا قرار میدم، به عنوان بد ریکوست هم هست و یه بار دیگه ران میکنم پروژم رو. الان بعد 400 شده باشه استاتوس کد من. پس اینم راه دوم بود و نکته دومی بود که من میخواستم تو این جلسه بگم. اینم من برش گردونم به حالت قبلی. خب اینم نکته این جلسه که خواستم توی بحثایی که کردیم و تکمیل کننده پکیج نت HTTP بود و بریم سراغ جلسه بعدی و نکات دیگه. ممنون از شما.